درود دوستان عزیز، آغاز کار روزانه زمستانه ترانسفری در فوتبال جهانی نزدیک شدن میگیرد و در برنامه ما البته که سخنهای ترانسفری به مراتب زیاد میشوند. در نشر نوی برنامه ترانسفر در عمل ما اول از تغییرات کادری فوتبالی وطنی شروع میکنیم. مثلا چند پیش خبری رسید که دفاعگر تیم ملی تاجیکستان سویر جورابویف اخیراً طبق آوازها به هولشتاین کیل آلمانی نرفت و مثل برخی از سیاحان فوتبالی ما از تیم خارج درو به استقلال هم برنگشت، زیرا او در چمپیونات ازبکستان بازیگری برقرار بودنش را نشان داد و برای یک سال دیگر قراردادش را با دسته سغدیان تمدید کرد. پس از 3 گل و 1 پرتافت گلی در 27 بازی در فوتبال همسایه کشور البته به او باور کردند. ولی وضعیت با تعیین مربی در فوتبال وطنی ناجور است. مثلا الکساندر کریستینین از صف خوجند با انجام یابی آخرین بازی لیگ عالی در رو از صدر مربیگی عقابان ساحل سیر کنار رفت. گرچند در میان موسم یک علاج کردند و او را باز داشته توانستند، ولی پس از انجام موسم هیچ تلاشی هم برای بازداری او کمک نکرد. اکنون چطور آوازها میرسانند نامزد اساسی در صدر مربیگی باشگاه خوجند مراتبه 111 رستم خوجایف از دسته روشنی کولاب است. این مربی محلی را به نظرم بهترش یک وظیفه ابدی هم در باشگاه خوجند دهند. اشتباه نمی شود، زیرا در دل حالت فوق‌العاده مز رستم خوجایف چون ماشین یاری تجلیلی درو با سرعت روشنایی خود را به آن سوی نقب رسانیده می تواند. در باشگاه نزدیک به مرکز جمهوری باشد، وضعیت آن است که باشگاه سردار بعد راحت به لیگ عالی مجبور است سرمربی نوی را جویا شود، زیرا سرمربی فعلیشان محمد جان حبیب اللهیف معروف در جامعه فوتبالی با لقب معلم با وجود نداشتن اجازتنامه پرو با احتمالات زیاد از وظیفه کنار می رود. نمیدانم دسته فوتبالی از کارخانه استحصال کننده دانه های آفتابپرست که را مطابق با طلبات های فعلی مربی میمانده باشد، ولی الکه انیق آن است که قسمت از مخلصان فوتبالی الکه از حاضر انتظاری دربی ترسونزاده در لیگ عالی بین دو تیمی کارخانوی اند. هفته قبلی منچستر 4 گل سر داد و باز نتوانست آن مخلص اشدیش را که طوری سر الکه جنگل دارد حتی با آرزوهایش نزدیک نماید. ولی در برنامه ترانسفر در عمل اوید گزارش‌های فوتبال خارجی سخنی مهمتر از این را برایتان از زبانی سروان سرخان برونو فرناندش میگویم. یادتان باشد تابستان 2025 سخنها اطراف گزارش احتمالی پیشروی یونایتد به چمپیونات سعودیان زیاد بودند و این کار هم قریب که عملی میشد. برونو پرتغالی باشد انواکک اعلان کرد که این ترانسفر را از خود منچستر یونایتد انتظار زیاد میخواست. البته یاد دارم که آنها جسارت نکردند تا درباره این قرار خود به من بگویند. من خواستم بمانم، زیرا از برای اویلا و محبتی به اندازه نسبتی دسته چنین خلاصه برآوردم. در ادامه فرناندش بر آن است که علامه‌آور برایش آن است که از زمره بازیگران است که او را نمیتوان تنقید کرد، ولی نه قدرش میکنند و نه دفاع میکنند. از جانب دیگر این وضعیت است که سال اخیر در امیو زیاد رخ میدهد، ولی بر قصد راهبریت امیو آن بازیگران آزرده هم به قول در کجای خاک را گرفتند آن هم زر شد. در دلهای یک نفران نالازم برای یونایتد رفتند، یا قهرمان شدند یا بهترین بازیگر یا خود محبوبی دلها. منچستر یونایتد باشد با نقشه های نامعلوم امریم و انتی ریکاردی ناتکرار فقط و فقط امید به فردای نامعلوم میکند. در دسته سابق بعضی از بازیگران یونایتد باشد باز هم گپسری ناراضگی ها می رود. موسم قبلی اگرچه از برای ناراضگی ها با نوری شاهین یک زمره از بازیگران از سیگنال ایدونا پارک رفتند، این مورد دلدادگان بازیگری زردپوشان هیچ نمیخواهند که دیگر در دورتموند آلمان باشند. گپسری کریم ادیمی می رود که دوست دخترش لاردان نیتی رفتن از آلمان کرده است و این بانوی 30 ساله گویا که زندگی در شهرهای آلمان دیگر دلگیر کننده شده است و او میخواهد که ساکن لندن و پاریژ باشد. از این رو کریم بیچاره و در عشق دیوانه هم سراسیمه‌وار اگنتی فوتبالی عوض کرده حتی در روزانه زمستانه ترانسفری 2 پای در یک موزه نیتی رفتن کرده است.
پس از چنین خواهش‌های این بانوی ادیمی با خطاب به بعضی از انکلان‌ها باید گفت که پس از شنیدن گپ و خبر اندکی هم باشد باید قوت دل بگیرند، زیرا تنها نیستند و همسفران معروف چون کریمی در عشق الکای دیوانه هم دارند. در مسئله دیگری باعث ناراضی و جنجالی باشد، بالاخره مباپه الکای بزرگ و ابرستاره زور برآمد. کیلیان مباپه چطور میدانیم طی 2 سال اخیر با کسی دیگر نه بلکه با تیم سابق پاریژش جنجال و سودبازی داشت و اخیراً از پیروزی استقبال گرفت. سودبازی در فوتبال اروپایی البته که بیشتر از برای پول می شود و این مورد فوتبال بازی پولدار دسته از او سرپولتر را مجبور به بالاکنی پرچمی سفید کرد. با قول لپارزین سود PSG را مجبور کرد که به مباپه 61 میلیون یورو دعوایی را در شکل جبران پولی پرداخت نماید. این پول هم از برای مجبور کنی در نوشت شرطنامه نو با تیم پاریژی بوده. خودی بازیگر باشد میخواست جبران پولی در حجم 263 میلیون یورو بگیرد، ولی سود هوشمند فرانسوی هم البته که مباپه را با اشتهای بلندی پول کارکنیش با پورگی قانع نکرد. ولی شوری میگویند PSG که یگان تنگ هم دادنی نبود، اکنون مجبورن 61 میلیون به حساب بانکی بازیگر معروف با لقب سنگ پشتک روان میکند. همچنین پاریژیان طبق قرار سودی باید این باخت خود و قرار عاید پیروزی مباپه را در سامانه خود با تنتنه نشر نمایند. برای مباپه باشد زمانی از پیروزی و قرضدار بودن رئال مادرید چون این پیروزی ضد تیم سابق البته که ارزشی فراتر از غلبه فرانسه در جنگ 100 ساله دارد. با بازگشت به کارهای بزرگی فوتبال انگلیسی میتوان گفت که وابسته به نتیجه‌های ناجور چلسی در پرمیر لیگ انگلیا الکای گپ و خبرها در مورد مربی نوی احتمالی کبودها زیاد میشوند. مثلا در صورت بد گردیدن نتیجه انسو مارسکا در چمپیونات اساسی گفته می شود که حتی کسی دیگر نه خود اریک تن هاگ میتواند کار را در چلسی به شفی بگیرد. خود مارسکا الکای چند پیش اشاره علم‌آور هم کرد که او را در باشگاه دیگر دستگیری نمی کنند و این هم میتواند علامت رفتنهای سابق شاگرد گواردیولا شود. به هر حال دیلی اکسپرس نام تن هاگ را چون نفری دعواگر بهر اشغال وظیفه اساسی در چلسی گفته او دیگران باشد نامهای لمپارد، ساوتگیت، زیدان و حتی برندن راجرز را هم نام میبرند. پیروزی در بازی اخیر جام ضد کاردیف حتی برای درد مارسکا ملهم نشد و ما میتوانیم در روی خط نامزدهای احتمالی همچنین نام خاوی را هم وارد کنیم. مثلا به قول فوتبال اینسایدر رهبریت باشگاه شهر لندن از رفتار سرمربی در نشست‌های مطبوعاتی اخیر ناراضی بوده. خاوی 45 ساله میتواند از چنین مناسبتی سرد میان جانب‌های لندنی استفاده برد. خلاص که عین حال همه چیز در جای خود است و اگر مارسکا با مالکان چلسی به زودی آشتی نکند پس در ادامه میتوان در مورد تخمین‌های نو هم جسورانه حرف زد. در ایتالیا باشد همگان میتوانند شاهد برگشت تییاگو سیلوای 41 ساله به سری آ شوند. چند پیش الکای سرخیو راموس به نیت بازگشت به اروپا از منطقه مکزیک بیرون شد و خود را دیگر باره در جهان کهن سنجیدنی است. سیلوای 41 ساله هم چطوری میگویند از برای شرکت در جام جهان 2026 میخواهد به صف میلان پیوندد و عنوان بزرگسالترین بازیگر را از دسته لوکا مودریچ با تنتنه بگیرد. او الکای صف فلومیننس را ترک کرده است و هیچ نمیخواهد که در مسئله پیری یا ختم مسند ورزشی یک کلمه از دهان برآرد. احیاشوی مودریچ در میلان و ژیرو در لیل فرانسه بازگویان است که این سابقه‌داران فوتبالی در فوتبال اروپایی حتی از بعضی جوانان هیچ کمی ندارند. در صورتی پیشروی خواسته سیلوای گفتگی ما حتی میتوانیم او را در صف منتخب برزیلیا در موندیال تابستانی هم ببینیم. موضوع مهم و تقدیرساز و خوشحال کننده و همچنین قابل بررسی برای مخلصان بارسلونا این البته که دست دراز کردن شیخان سعودی نسبت این تیم نیلونوری است. الکای ال چیرینگیتو می نویسد که شاهزاده میراثبر عربستان سعودی ابن سلمان می خواهد که باشگاه کاتالانی بارسلونا را بر عوض 10 میلیارد یورو خریداری کند. اگر که جانب‌ها به موافقه رسیده توانند پس شاهزاده را ضرور می آید که باز 2.5 میلیارد یورو قرض باشگاه بارسا را هم
سپرد. از یک جانب البته که میتوان گفت زیر دستی سعودیان رفتنی بارسا از نگاه اقتصادی و فایده کار هم است، زیرا همه قرضهای دنیایی و جاودانی بارسا از بانک‌ها و بازیگران پیشین سپریده میشوند. دیگر رهبران بارسا میتوانند در دلخواه معرکه سرمایه‌گذاری با روی سرخ و سری بلند قدم‌های وسیع پیش گذارند. یک بازیگر 5-6 سال پیشین بارسا نه تیم را دیگر از برای پولهایش به سود میدهد و نه کسی به قول پیشکش را پیش گفته میتواند. ولی نمیدانند که این خبرها راست باشند یا نه، یا خود در اروپای پرغرور این نیت‌های شیخان را با چه انگیزه قبول میکنند. ولی درست آن است که شیخان سعودی از نگاه مصرفکاری فوتبالی و دلخواه خریداری واقعا هم از پشه فیل ساخته میتوانند. در آن طرف اقیانوس البته که هرچند فوتبال باشگاهی با رفتن مسی راه رشد خویش را دریاب میکند، ولی ترانسفرها آنجا نه با صورت عربی صورت میگیرند. گپ سر فوتبال باشگاهی MLS است که مخلصان را بیشتر ترانسفرهای اینتر میامی آنجا با وجه می آورد. تا این دم اگرچه مسی در دسته بکهم فقط خویشاوندان و دوستان را سرجم میکرد، ولی سر سال 26 به نظرم آنجا گپ و کار کلاً دیگر می شود. البته اینتر میامی نافرانی سابق بارسا را نوکک جواب داد و این مورد با سابق بازیگر ریال مادرید شرطنامه بست. سرخیو ریگیلون به اینتر میامی رفت و آن پیراهن الکای معروف دسته مسی را به بر کرد. سابق بازیگر توتنهام موسم آخرین در برندفورد در اجاره بود و سپس با انجام مهلت شرطنامه بازیگری آزاد شد. نمیدانم این دشمنان سابق میدان‌های اروپایی چگونه در یک مدت کوتاه در آمریکا دوست میشوند، ولی دقیق آن است که صحیفه نو فوتبالی آنها را البته که زیر یک هدف سرجم میکند. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پولدار باشید.